من نمیخوام نه حتی نظرمو بگم، من میخوام اینجا با شما و دوستایی که اینجا الان هستن، همه این دوستایی که اینجا هستن، میخوام بلند فکر کنم. همین، من هیچی رو نمیخوام پیش بینی کنم، من میخوام بلند فکر کنم. هیچ تحلیلگری، هیچ نوستراداموسی، هیچ چه میدونم جادوگری پیش بینی نکرده بود که ایران احتمالاً مذاکره بکنه با آمریکا. اوکی، هیچ کس همچین تصوری نداشت. من میام چند تا چیزو میذارم کنار هم دیگه. اولین چیزی که میبینم، میگم آقا ترامپ چند وقتی از اومده شده رئیس جمهور آمریکا و بلا آورده سر همه کشورها، تعرفه‌های عجیب و غریبی گذاشته و عملاً با همه دنیا وارد جنگ تعرفه‌ای شد. ترامپ چی میگه؟ میگه آقا همه کشورها دارن عاجزانه از ما درخواست میکنن که بیان با ما مذاکره کنن سر تعرفه‌ها و ما نمیپذیریم. ما میخوایم دوباره آمریکا رو به روزهای اوج خودش برگردونیم. Make America Great Again. اوکی، این شعارشه دیگه. میگه من میخوام این کارو بکنم، ولی عملا امکان نداره بعد از هر مصاحبه وسطش، اولش، آخرش در مورد ایران حرف نزنه. دارم بلند فکر میکنم. من میگم آقا الان بدترین حالت و بهترین حالت جلوی ایرانه. بدترین حالتش جنگه. من نمیگم احتمال جنگ نیست، ولی اینو میگم که قطعاً تکلیف ما با دنیا مشخص میشه، چه با جنگ چه بدون جنگ. خدایی نکرده انشالله هیچ وقت جنگ نشه. خیلی از بچه‌هایی که من میبینم میگن آقا جنگ بشه فلان بشه اینا. من میگم شما جنگو ندیدید. اون کسی که یک بار یه صدای ترقه بخواد در بشه، این چهارشنبه سوری جرئت نمیکنه از خونش بیاد بیرون میگه جنگ بشه. من میگم جنگو ندیدی. جنگ بسیار خانم‌سوزه، ولی اگر خدایی نکرده جنگ هم اتفاق بیفته درست میشه. جنگ که قرار نیست تا ابد ادامه داشته باشه. من بدترین حالتش میگم. حالا یواش یواش میریم سراغ بهترین حالت. من فقط دارم بلند فکر. به نظر من اصلا مشکل آمریکا انرژی هسته‌ای ایران نیست. من دارم بلند فکر. به نظر من مشکل آمریکا میتونه اصلا این نباشه که بمب هسته‌ای ما داریم یا نداریم. مگه پاکستان داره اتفاقی افتاده؟ اصلا آمریکا میگه آقا پاکستان تو چرا داری؟ مگه هند داره اتفاقی افتاده؟ اصلا از همه بدتر بزرگترین دشمن آمریکا بعد از ایران کیه؟ کره شمالی نیست مگه؟ مگه بمب اتم نداره؟ آمریکا اصلا باش کاری داره؟ آمریکا اصلا باش کار نداره. نه باش دنبال توافق، نه هر چیز دیگه. مشکل ایران پس با آمریکا چیه؟ من میگم هسته‌ای بهانه است. ایران بهترین نقطه استراتژیک از نظر تجاری برای آمریکاست. شما بگرد بچه‌هایی که خارج رفتید، دونه دونه شما، اونایی که کل کشورهای خلیج فارس رفتن، اونایی که ترکیه رفتن، اونایی که باکو رفتن، تاجیکستان رفتن، پاکستان رفتن، افغانستان رفتن، ارمنستان رفتن، کدوم کشور مثل ایرانه از نظر جغرافیایی، از نظر منابع، از نظر فرهنگ؟ کدوم کشور؟ شما دبی میری، همه فقط دبی دارن میرن میبینن میگن آقا دبی برج العرب و فلان. شما دیره تو کوچه پس کوچه های دیره رفتی؟ من مرد جرئت نمیکنم شب برم تو کوچه پس کوچه های دیره. شما یه آب و هوای عمان از فرودگاه که پیاده شدی به تنت خورده؟ شما وقتی که پروازت توی ایروان نشسته داره تو فرودگاه میشینه اون خرابه هاشو دیدی؟ شما باکو رو دیدی که اصلا هیچ گونه تجارتی نمیتونی بکنی، همش دست دولتشه. یعنی شما یک کیلو یه دونه مرغ نمیتونی تولید کنی. ما یه کشور داریم الان پاشو برو اردبیل باید کاپشن بپوشی، همین الان برو کیش. یه کشور داریم از همه نظر غنی و این برای آمریکا مهمه. ولی به نظر من جمهوری اسلامی ایران چرا توافق نمیکرد با آمریکا؟ چون جمهوری اسلامی میخواست یه خودی به دنیا نشون بده و این رو پارسال 2 بار نشون داد. آقا گفت من اونجا رو میزنم و زد. ما هممون دیدیم زد. گفت آقا زدم، حالا الان مذاکره میکنم. بعد خیلیا مثلا این اصلا من دوستای عزیز من واقعا دوستشون دارم، یعنی بچه‌ای که دارن تو اینستاگرام تحلیل میکنن میان مثلا میگن آقا هر کی با اینا مذاکره کرد فلان شد، هر کی مذاکره کرد مثلا مثل قذافی شد، مثل صدام شد. آقا قذافی و صدام خیلی فرق میکنن با الان ما. اصلا ایرانی جماعت زندگی ایرانیا رو نباید با زندگی افرادی که تو لیبی زندگی میکنن یکی کنید، با افرادی که تو عراق زندگی میکنن یکی کنید. من یه چیز بگم، خود ترامپ هم اگر دقت بکنی تو مصاحبه‌های خودش میدونه اینا رو ها، یعنی کاملا به این قضیه اشرافیت داره، راجع به اون اسمارت پیپل، راجع به اون هوش ایرانی‌ها و راجع به اون هم بودنشون و همه این موارد قدمت رو میدونه. من کامل با چیه شما با اون ایدئولوژی شما موافقم کاملا. در حقیقت ایرانی‌ها همیشه الگوان. ببینید بچه‌ها، من اینی که دارم بهتون میگم، من کلینکر صادر می‌کردم. من صادرات کلینکر انجام میدادم. قطر، به کنیا، به عمان، به ارمنستان و به ازبکستان من صادر کردم. من زندگی اینا رو از نزدیک دیدم. از همه مهمتر به شدت ایرانی‌ها مورد توجه. مردم ایران اسمارتن، مردم ایران باهوشن، به شدت الگوان، علل خصوص برای عمانی‌ها. واقعا شما نمیدونید، مثلا من میرفتم فرودگاه عمان، بیشتر خانم‌های عمانی سعی میکردن از خانم‌های ایرانی تبدیل کنن، یعنی حتی پوشششون میگفتن آقا ایرانی‌ها این شکلی
شکلی هم ما خودمون مشکل متاسفانه خودمون رو قبول نداریم. ما خودمون همیشه میگیم همیشه بدیم. همیشه این بوده. مثلا ترکای ترکیه به شدت وقتی که با ایرانی مذاکره میکنن مواظبن. نمیگه حالا کلاهبرداری رو نمیگم، میگه آقا این ایرانی که با من حرف میزنه همزمان داره به 10 تا چیز دیگه فکر میکنه. از همه مهمتر همچین آدمایی، همچین بشریتی، همچین جامعه‌ای سخت‌ترین روزا رو گذرونده و آب دیده شده و آماده است که به دنیا ورود کنه. حتی اگر توافق هم نشه، من اینو بهتون بگم، ما آینده درخشانی تو ایران داریم. واقعا دارم بهتون میگم. حتی اگر توافق هم نشه، حتی اگر جنگ هم نشه، اصلا ایران رو ولش کنن به امون خدا، بگن آقا ما اصلا دیگه با ایران کار نداریم، باور کنید باز هم ایران پیشرفت میکنه. چرا؟ الان به واسطه تکنولوژی، به واسطه همین هوش مصنوعی، همین توی ایران میشه هزاران کار انجام داد. ما دیگه اینترنتی که نمیتونه از ما بگیرن. با همین اینترنت چقدر استارتاپ داره شکل میگیره. همین الان بچهای خود ما دارن روی هوش مصنوعی کار میکنن که مربوط مثلا به همین صنعت ساختمانه. ما راهمون بسته نیست. و اینا فکر نکنید که حالا مثلا فردا من اینجا نگفتم توافق میشه، نگفتم جنگ میشه، نه هیچ چیزی. ولی من بهتون میگم که اگر ما فردا حتی به توافق هم برسیم، این توافق سرعت بالایی نخواهد داشت. دو، فکر نکنید که فردا امریکایی‌ها اومدن تو اینا سرمایه‌گذاری کردن قرار گل و بلبل بشه. نه، تازه قرار رقبای خارجی بیان تو ایران. فقط کسانی در آینده در ایران خوشحال خواهند بود که امروز روی کسب و کاری سوار شده باشه. چون سرمایه‌گذار که بیاد ایران بخواد سرمایه‌گذاری کنه، دنبال کسی میگرده که سرش توی کاری هست. و دست آخر یه خواهشی دارم از دوستان. الان ما توی اینستاگرام، توییتر، لینکدین، حالا لینکدین که زیاد جدی نیست، توی اینستاگرام از 10K پیجای تحلیلی هستن تا 1 میلیون 2 میلیون تحلیل میکنن، ولی اکثر قریب به اتفاقشون فقط سرمایه‌های مردم رو بیشتر به این سمت میبرن که آقا شما یک خرید خوبی داشته باشید، یا تو بورس، یا توی طلا، یا توی ملک را، یا تو هر چیز دیگه. من به عنوان یک عضو کوچکی از این جامعه، یه احمد مدنی پور ساده، یه خواهش از این دوستانی دارم که اقتصاد خوندن، همیشه سرشون تو آماراست، همیشه در حقیقت توی این کاره. من یه خواهش از اون دارم، میگم شما تو سبد سرمایه‌گذاری که معرفی میکنید، مشاوره اقتصادی بیشتر بدید رو راه اندازی کسب و کار. کسی که بره امروز طلا بخره، کسی که امروز بره رو بورس سرمایه‌گذاری کنه، نهایتش اینه که مثل بقیه رشد میکنه. یعنی اصلا هیچ رقابتی تو این وجود نداره، هیچ خدماتی وجود نداره. یا مثلا نوسانگیری چه خیری واسه جامعه داره، حتی واسه خود اون طرف هم خیر نداره، چون یه دونه ریزش اتفاق بیفته همه پولش از دست میره. من میگم دوستانی که تحلیلگرن، در کنار اینکه میان چارتای مثلا طلا رو نشون میدن، بیت کوین رو نشون میدن، بیان میگن آقا روی فلان شغلم من به شما مشاوره میدم، تو کسب و کارت بهت مشاوره میدم که آقا تو کسب و کار خودت اول سرمایه گذاری کن، بعد حالا مازاد پولت اومد ببره تو ملک، ببر تو طلا فلان. کاملا جو ما از ایران، ما ببین آقا من چیزی بگم، هیچ کس دلش برای ما مردم نمیسوزه. خودمون باید به فکر خودمون باشیم. هیچ کس. دقیقاً